4 صبح. سلام. یک روز مونده فقط به رکوردگیریمون. عملاً مهمترین روز واسه رکوردگیری همین روز قبل رکوردگیریه. کارهایی که میکنید، تمام جزئیات توی رکوردگیری خیلی اهمیت داره. صبح زودش کاری که من میکنم اینه که میایم واسه ایزیران در حد 3-4 کیلومتر با 60-70% توان. حالا امروز قراره بریم ایزیران رو انجام بدیم. فعلا این اولین قدمه. در ادامه حالا کارهای دیگه هم میکنیم که حالا باید بهتون نشون میدم. امروز هم حالا آقا عرفان میادیم. خوب هست. فردا عرفان هم واسه رکوردگیری میاد. اولین رکوردگیری 10 کیلومتر حالا و ببینید زیر مثلا یه ساعت بزنیم. هر کی رکورد خودش دیگه. هر کی رکورد خودش. میریم هر کی رفت جلو. فقط اولا یه تداعی مسابقه است و 10 کیلومتر مسابقه درون گروهی 3 نفره. اون یکی عرفان هم بهمون ادامه میشه فردا دابل میشه. امروز حالا با خود عرفان میریم همه کار ریکاوری انجام بدیم. یه توضیح بخوام کلا راجع به این دویدن قبل رکوردگیری چیه. اصل این دویدن اینه که شما متابولیسمتون رو بالا نگه داشته باشید. بدن اون حالت انقباض خودش در به حالت شلی تبدیل بشه و کاملا آماده روز مسابقه باشید. دست کاری که انجام میده اینه که شما میاید اون متابولیسم رو بالا بردید. مواد متابولیک بدنتون مثل اسید لاکتیک یا هیدروژنی که تو بدنتون عضلاتتون وجود داره رو کاملا پاکسازی می‌کنید و اونا این دویدن در اصل براتون به عنوان اکتیو ریکاوری محسوب میشه و خیلی تاثیرگذاره. حالا بریم 4 کیلومتر رو بدویم ببینیم چی میشه. اینا رکورد امروز. قشنگ بدنم پمپ شد. واقعا پر انرژی ام الان. یه ذره درد عضلانی داشتم که الان اونم رفع شد. واقعا خیلی تاثیرگذار بود. بریم بقیه روز ادامه بدیم. قدم دوم اومدیم استخر برای ریکاوری دیگه. قشنگ داریم واسه ریکاوری خودمون آماده میکنیم. فردا خیلی رکوردگیری سنگین و خفن قرار داشته باشیم. زنگو داری؟ زنگ خفن. بهشی میگم ماچایی کاراملی سبز شد. شلوارک هم ماچایی داری. مایو هم آجی منم یه نمه دمیزه ستی راست میگی جمع ماچو بود. آقا عرفان اون یکی عرفان. یه توضیح هم راجع به استخر بدم. خیلی سعی نکنید توی روز قبل رکوردگیریتون استخر سنگین برید. شنا سنگین نباشه. بعد یا رفتن قوطه‌ور شدن روی آب همه اینا کمک میکنه به مفاصلتون. چرا؟ مفاصل توی آب با کمترین فشار دارن به حرکت در میاد. این باعث میشه فشار هیدروستاتیک بدنتون کلاً به حد قابل توجهی کاهش پیدا کنه. نتیجه کاهش این فشار هیدروستاتیک چیه؟ اینه که بدنتون به عضلات فشارخون بهتری رو میرسونه. مفاصل و عضلاتتون فشارخون بهتری رو تجربه میکنن. کلا برای روز قبل رکوردگیری این استخر خیلی خوبه. و حالا ما یه نمم آفتاب گرفتیم، یه رنگی هم گرفتیم. دیگه قدم بعدی بریم واسه یه وعده قبل دویدن خوب. نزدیک ساعت 5-6 عصر بریم خونه شام درست کنیم. ولی شام خفن. میبینیم چیه. میبینمتون. کمتر از 12 ساعت به رکوردگیریمون مونده. یکی از بحثایی که خیلی مهمه واسه روز قبل رکوردگیری اینه که شما یه تغذیه خوب داشته باشید. وعده قبل خواب شام خیلی مهمه که چی باشه. اکثرا همه دونده ها اینو میدونن و نیازی به گفتن من شاید نباشه، ولی خب واسه رکوردگیری روز قبل مسابقه همه اینا بهترین چیزی که ممکنه بخورید اینه که پاستا باشه. خب من پاستا درست میکنم. پاستایی که انتخاب کردم روش کنم پاستای پستوه. این سسش اینجا درست کردم. پاستای پستو انتخاب خیلی خوبی نیست. چرا خوب نیست؟ به خاطر اینکه پاستا پستو به خاطر سبزیجاتی که تو سسش داره مثل ریگون و اینا که میریزیم و علاوه بر اینها یه سری مغزیجات توی سس پاستا داره مثل گردو و حالا من بادوم هندی هم میریزم توش به خاطر اون لذتی که به سس میده. فیبر بالایی داره. کارش نمیشه که فیبر بالا یعنی چی؟ یعنی اینکه هضم غذا نمیذاره من ویدیو بگیرم. نمیذاره. فیبر بالا یعنی چی؟ یعنی اینکه هضم غذا قرار روند طولانی تری رو طی کنه. تو حالت عادی این چیزیه که واسه بدن خوبه، ولی واسه روز دویدن
ممکنه یه مقدار حالمون رو بد کنه، ولی خب چاره چی، حوث تستو کرده بود. سس اینجاست، ماکارونی داره میپزه و پست رژیمیه، قرار نیست خامه چیزایی پرچرب و چیزایی داشته باشه. بریم ببینیم. در نهایت هم میشه رخ قضیه جذاب و دوست داشتنی. یه ذره تست کردم، فوق‌العاده بود. شامو بخوریم و ساعت 9 بریم بخوابیم کم کم که فردا صبح زودم باید پاشیم. حدودا ساعت 4:30 با بچه‌ها بوستان ولایت باشیم که بریم واسه رکورد گرفتن. زودتر بخوابیم، خواب کافی خیلی مهمه. وای 4 صبح شب 4 صبح واقعا شما نمیشه، کلن تاریکه، واقعا تاریکه. صبح ردی شما میکردم شیرو مثلا همه شیرو یه ذره دیرم هست، ولی بزنیم با این نمته موزم میاد روش بخوریم بریم سریع واسه تمرین که رکورد گیری خوابم. حاضر شدیم 4:36 دقیقه وسیلاتم رو جمع کردم، هم بیسی دمیدهی میدارم، هم رانینگ جل رو بردم با زانوبند هندسفری. خطم خیلی مهمه. رکورد قدیمم که 1 ساعت و 12 ثانیه بری 10 کیلومتر. نمیدونم واقعا هیچ ایده‌ای ندارم قراره چی بشه، چه اتفاقی بیفته و چند بزنم، ولی دوست دارم 55 6 نمیدونم، ایده‌ای واقعا ندارم چند قراره بشه، ولی ببینیم چی پیش میاد. اصلا میتونم رکوردم رو بزنم، مثلا اون 1 ساعتم پایین تر میاد، ببینیم ها میدونم نیاد که خیلی بد میشه. فیلم و ویدیو همه چی گرفتیم تهش هم نشه آبر بزیر. ببینیم چی میشه دیگه در کل. بازو به آماده پر انرژی داریم میریم واسه رکوردگیری. بالاخره یه هفته تمرین آماده شدن رسیدیم به امروز. بدم رکوردش چند بشه ولی خب سعیم میکنم نزدیک 1 ساعت و 12 ثانیه باشه که رکورد خودمه. 4 ماه گذشته آمادگی هنوز نمیدونم چجوری 10 کیلومتر خیلی کم دویدم توی این مدت، بیشتر در حال تمرین کردن بودم. این چی پیش میاد دیگه؟ چی؟ هدفم 10 کیلومتر زیر 1 ساعت. بالای 3 ساعت. به نازم افات سخت نه من انشالله زیر 1 ساعت اون هفته قشنگ ما هم که زیر 1 ساعت باید بزنم دیگه. این ور رانینگ ویل، این ور انرژی بار. بریم تو مسیر میدونمتون. آقا همین الان استارتو زدیم، کیلومتر اول بریم واسه رکورد. 6 کیلومتر رفتیم آقا، رانینگ ژل خوردیم، انرژی یه ذره دوباره ریلود شده. رکوردمون خوبه، پیسم خوبه، شاید زیر 1 ساعت رو زدیم ایزی. بریم تو 200 متر آخره. حس غروری که داره وسط شدنیه وقتی داری رکوردتو میزنی. رکورد واقعا پاره، نظر واقعی کلمه پاره. پشتم نمید بی نهایت در حال پاره شدن. 10 کیلومتر 58 دقیقه و 4 ثانیه. دقیقا همون چیزی که خودم فکر کردم. گفتم 58 میزنم و زدم. 2 دقیقه و 8 ثانیه رکورد بهتر زدم نسبت به 4 ماه پیش. کسی که میدونم چقدر ثانیه به ثانیه رکورد رو بردم پایین سخته که برسی 2 دقیقه. کشور سنگینی و اما شاید اصلا آخرش یه اتفاق خفن که برام افتاده بود که واقعا تو کیلومتر 7 اینا بریده بودم و پیسم هم داشت میاد پایین. حتی حالا آنالیزشو احتمالا دارم، پیسم رو 7 هم حتی فکر کنم اومدش. هدف گذاری زیر 6 بود دیگه. تو کیلومتر 7 اینا بود که 2 نفر آقا خانم داشتن میدویدن، داشتن بغلم رد میشدن، پیسشون من بهتر بود. آقای خانم اینا پیسمون چنده گفت نمیدونم حدودش 5 و 20 ایناست. اینو که شنیدم 5 و 20 گفتم که تایش دیگه واقعا میاد. واقعا اگه اون 2 نفر نبودن من رکوردمو نمی‌تونستم بزنم. این جدی میگم.
به کیلومتر 9 خورده‌ای اونا با من اومدن، بعدش وایستادن آب بزنن دیگه. من ادامه دادم و شاید باورتون نشه وقتی اونا وایستادن من اصلا انگار ضرب دویدنم از بین رفت. ولی شروع کردم نفس زدنه، ولی خب تهش هم دیگه صفر کردم، رکورد رو زدم و واقعا خوشحالم. یه سو برای همتون آرزو میکنم. آره این واقعا ترکیدی عضلات دیگه درد گرفته شدید. بچه ها سلام. ماشاءالله ولی دیگه رکورد رو زدیم هجوری که بود. رکورد رو بهتر کردیم. یه کاری بود که دستمون برمی اومد. همه رکورد ها تقریبا جابجا کردم. رکوردی که داشتم و واقعا خوب بود. سخت بود واقعا. حد اکثر حجم تنفسی 59 و 29. کسایی که دویدن میدونن این عدد یعنی چی. خیلی عدد بالاییه. اینو نشون میده که تمرین چقدر سنگین بوده. به هر حال یا سنگین ترین تمرینام بود. این هم از این. یه مسابقه هم داریم، در ادامه ویدیوهاشو میذاریم. از همه این تمرین واسه آماده شدن واسه یه مسابقه نیمه ماراتونه. هنوز نمیدونم کارام اوکی بشه یا نه، ولی در حال اوکی کردن کارهای مجوز خروج از کشورم برای مسابقه بین‌المللی. نمیگم الان زود ذوق کردم واسه چیزی تهش به پر شدن ذوق منجر میشه. همیشه اینو با خودم میگم. خیلی مخلصم. دم همگیتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. قربون نگاه تک تکتون بشم. به عنوان اولین ویدیویی که داخل چنلم قرار میگیره لازمه یه سری توضیحاتی راجع به فعالیت و کانتنتی که قرار بگیره بهتون بدم. اول از همه چیزی که باید بگم اینه که من هیچ گونه جسارتی به عزیزانی که داخل رشته دوندگی، بدنسازی و تغذیه فعالیت میکنن ندارم. هیچ گونه جسارتی. به خاطر اینکه من کسی نیستم که بخوام ادعای اینو داشته باشم که یک دونده حرفه‌ایم یا یک بدنساز حرفه‌ایم یا دکتر تغذیه‌ای چیزی هستم. نه اصلا. صرفاً من به عنوان یک دانشجوی پزشکی سعی میکنم که روزمرگیمو داخل چنلم قرار بدم و خب روزمرگی من در حال حاضر این که مدام ورزش کنم و غذای سالم بخورم. پس چیزی که قرار شما ببینید روزمرگی منه که شامل چیزهایی که گفتم میشه. نکته بعدی اینه که چیزهایی که داخل ویدیوام گفته میشه مثل همین ویدیو که دیدید همشون بر پایه و اساس علمی گفته میشه. هیچ صحبت و دلیل بی پایه و اساسی داخل چنل من قرار نیست گفته بشه. من طبق اطلاعاتی که از علم پزشکی دارم به شما قرار اطلاعاتی رو تو زمینه بدنسازی، دویدن، تغذیه بدم که شاید به درد یک کدوم از شماها بخوره و اگر شما چیزی از من یاد بگیرید چه سعادتی نصیب من شده. لازم بود که اینو بهتون بگم. و خب شما الان که دارید این ویدیو رو میبینید من حدود 3-4 ویدیویی دیگه بعد از این ویدیو ضبط کردم. هفته‌های آینده قراره توی چنلم قرار بگیره و کلی چیزهای آموزشی حالا توی بدنسازی میخواد بشه، تغذیه میخواد بشه، حالا کسایی که میخوان دویدن رو شروع کنن قراره ببینید. نکته آخر حتما سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و ممنونم که توی این مسیر من رو حمایت میکنید. کلی اتفاقای خفن قراره بیفته در آینده. میبینمتون. منتظر ویدیوهای خیلی خفن باشید. در آخر ورزش کنید و ورزشکار بمونید.